عشق مثل یه جرقه میمونه، تو انتخابش نمی کنی. تو داری زندگی عادی تو انجام میدی، کاری عادی تو انجام میدی، ولی یک آدم توی زندگیت قدم میذاره، اون عشق مثل یه جرقه توی قلبت میاد، کل زندگیت میشه. یعنی خیلی قشنگه، یه حس خیلی ترسناکه، با اینکه ترسناکه قشنگه. یک نفر ذهن تو، قلب تو و کل وجود تو میگیره، اون آدم عشق.